زنی خوب و فرمانبری علم. حضرت میگفت که زنی خوب و شیخ سعدی زن که زهد و صلاحیت ورزد جان شیرین فدا کنی ارزد. صاحب مسلک میگم وقتی که زن زاهیده باشه، پاک دامن باشه، خدا پرست باشه، با تقوا باشه، جان تا اگر بتیش کم است. زن که زهد و صلاحیت ورزد جان شیرین فدا کنی ارزد. سرخی روی زن ز پنهانی است، سرفرازی او مسلمانی است. شرم رخساره هاش گوهر او رضای شوهر او. فوتزور استحصال فرانسیا ای 8 تا 12 کیلو را خراب میکنه. هم برای مرد هم برای زن توصیه داده میشود. به حد دارو افکتیو ای همه پاپولار نی برای خراب کردن ای. مرحمت زنگ بزنه به همه شهرها دسترسی میکنه. بسیار شما میپرسیده برای کرم هست، هم برای آدم کلانسال هم برای کودکونه. مرحمت برادر است پرسین ارگینال با کدام شهر را بگی روان میکنه با توریستان دسترسی میکنه. سلام علیکم برادرها بسیار شما برای ویتیلیگو میپرسیده. ویتیلیگو یعنی ما توریکو پیچیدگی میگیم، سفید وقتی پوست میشوه. داروش اومگه کنه در کار روشن پریزوست ایندیای ان شاء الله که به حد رسالت خوب نشون دادگی. این چنین زن اگر شود موجود رحمت حق تعالی خواهد بود. اگر همین خیل زنی با تقوا، پرهیزگار، با طاعت عبادت، با شرم و حیا اگر خدا کسی را نصیب کنه، این میگه چی است؟ رحمت حق تعالی خواهد بود. حضرت شیخ سعدی میگفت زن که زهد و صلاحی، حضرت میگفت که زنی خوب و فرمانبری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. هم خدا وصف کرده است هم پیامبر وصف میکنه. وقتی که زن پارسا باشه، پاک دامن باشه، اگر میگه مرد درویش در خاندان به مثل پادشاه است. پادشاه چکیل است؟ نمی یک ملک بیاید راه را تازه میکنن، سفید ماندن از در آمد دشنام حق را تصر میکنن. یا در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند که وقتی که یک شما داخل خاندان شدین السلام علیکم و رحمت الله بگین. خداوند همچنان خیر برکت در خاندانتون میریزونه که شما دیگه نمیدونین از کجا میخورین از کجا میپوشین. خیر برکت زیاد میشه. السلام علیکم و رحمت الله که گفتی الکه جین شیاطین گم میشوه، وسوسه شیطان گم میشوه. چی از وقتی که سلام کردی به وقتی خوش. حضرت عایشه صدیقه طاهره مادرمانه، عایشه که خداوند از بالای 7 آسمان پاکی او را گواهی داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست داشته ترین زنش حضرت عایشه مادرمانه. وقتی از گذشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه پرسیدن که حضرت عایشه مادرمانه که یا ام المؤمنین، ای مادر مؤمن ها، پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین ما میدیدیم میفهمیدیم چگونه بود، اما در خاندان و در زندگی چگونه بود. حضرت عایشه مادرمان بسیار وصف کردن از مثلا مدد کردن و یاردن کردن، همچون یک آدمی عادی در خاندان بودن. ولی کان خلقه قرآن، اخلاق پیغمبر قرآن بود. هر چی که در قرآن خداوند گفت اخلاق پیغمبر همون بود. اخلاق پیغمبر قرآن بود. بعدا حضرت عایشه مادرمان گفت که همین خیل بود، وقتی خوش بود حتی که مسابقه دویدن حضرت عایشه مادر موقت پیامبر خدا میکرد. ببین کسی که خداوند کائنات برای او خلق کرده است، وظیفه پیغمبری، ابلاغ، رساندن، گفتن، همین قدر کارا و بالای همه وقت میافت که همراه عایشه مادر موقت مسابقه دویدن میکرد. حضرت عایشه مادر میگه در ابتدای عمر میگه پیامبر مرا پیش میکرد، بعدا پیامبر صلی الله علیه و سلم سالش که رفتن گرو ما پیش میکردم میگه در دویدن میگه. این چیه نشانه خوشی زندگی، خوبی زندگی است. خب بعد وقتی که گفت همین صدای اذان که میشنید پیغمبر همچنان که دیگر ما را نمیشناسد. صدای اذان مؤذن میشنید همچنان که دیگر ما را نمیشناسد. برای چی؟ نماز از همه و همه بالاتر پیغمبر میگه. حتی میگو مردمه که چشم نوری چشم فدای نماز کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم. همین قدر در نماز پیامبر حریص بود که زانوهای مبارک از تهجد بسیار ورم کردگی بود. تتورم قدماش ورم کردگی بود.
همین از آن میشنی دیگر همچنان که ما را نمیشناسن. بعد میگه حضرت عایشه گفته است یکی از همسراش یک بوسه میگرفت بعد میرفت مسجد. همین را گفت حضرت عایشه مادرمون خندید. و شارح‌های حدیث میگن که همون را که بوسه میگرفت بعد مسجد میرفت همین عایشه خودش بود که پیغمبر همین را بیان عایشه همین را بیان کرد و بعد این خندید. شیرینی زندگی را ببین که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه ازواج مطهرات چگونه داشتند. ان تكون زوجته صالحه. دیوم نشانه سعادت خوشبختی انسان و اولاده ابرارند، فرزندای نیکو داشتن. این فرزند نیکو داشتن هم یک نعمت پروردگار است. فرزندی داشته باشی که پدر جمع بگو خدمتت کنه، آب طهارتت کنه. در اکثر اهل علم و بزرگا هم را دیدگی بدیم که فرزنداشون چگونه خدمت کردگی بدن. هر چیزی که در قرآن و در حدیث بود در پدراشون مادراشون هم خیلی خدمت میکردن. اولاد ابرار فرزند خوب داشتن این خیلی یک بختی است، یک سعادت بزرگ است که انسان داشته باشه که پدر و مادرش پرسش کنه، پدر و مادرش قطع همنشین باشه، در نزد پدر و مادرش دست پیش برگرفتگی مثل غلام باری باشه و خدمت کنه. انمی چی است؟ بسیار یک سعادت بزرگ است و اولاد و ابرار. سیم چیزی را که پیامبر سعادت مرگ گفت و خلطاء صالحین. هم نشینای صالح داشتن هم نشانه خوشبختی انسان است. هم نشین صالح داشتن یک کسی هم نشین باشد که خداپرست باشد، تقوا داشته باشد، از قرآن و از سخنهای پیامبر با خبر باشد که هر یک گناه کردند معنیت کنه که ها باشد این کار نکه که خدا از ناراضی است، این کار نکه که پیغمبری را منع کرده گیرد. انا همین خلطای صالحین هم نشینای صالح داشتن هم نشانه خوشبختی انسان است. تاریخ را ببینیم، همین فرعون لعینی که دعوای خدایی کرد همون وزیرش فرعونش کرد. وگرنه او تا فرعون بدی نبود، او تا بدی نبود. هر روز 200 تا شتر میکشت مردم نون و آب میداد دیگر خدمتو میکرد. همون وزیرش فرعونش کرد، دعوای خدایی که بود. بعد چیکار کرد؟ همه علما را نیست کرد. 20 سال پس که یک بگیم که اولاد نو برآمد بعد دعوا را کرد. همون چی است؟ همه بیرهگی را همون کرد تا به جای بردش که فرعون لعین شدینت نامش در تاریخ سیاه بود. و دیگر نفرایی را که در تاریخ میبینیم همنشیناشون به همون درجه بدی رسونشون. این همنشین صالح داشتن پیامبر میگه که نشانه سعادت است، نشانه خوشبختی است که با یک آدم خوب همنشین داشت. یک مقال عربی است که ولی باید هر یک انسان با خودش یک مصلحتی داشته باشه. ببین همین راهبر دولت مثل همین که جوی یک پادشاه پرزیدنت باشه با خودش مشاور داره، 23 تا مشاور داره. از فکر خودش یک کار نمیکنه، از هر کدام این مصلحت میپرسه. مشاورات کیان؟ آدمای باید عاقل دانای با عقل با سواد باشن. انا هر کسی هم یک عمل میکنه با خودش باید یک مصلحتی داشته باشه. عربا مقال من لا شیخ له شیخ شیطان. کسی که پیری طریقت نداشته باشه، استاد نداشته باشه، پیر استادی شیطان است. پس باید که همه با خودش یک اهل علم چیکار کند؟ مصلحت چی بگیره؟ فلان کارو من میکنم، حضرت استاد همین کاری من درسته یا نه؟ همین کاری من از نگاه شریعت، از نگاه قرآن، از نگاه حدیث همین درست است یا نه؟ باید یک مصلحت چی داشته باشی؟ یا پیر داشته باشی یا استاد داشته باشی. برای میگه من لا شیخ له شیخ. هیچ کسی نداشته با همون عقل کوچکی خودش. در هر یک انسان وسوسه شیطان وجود داره. گاه هاویشه که انسان در یک فکروی در ذهنت میآید که خیلی فکروی مثال ناخوب هستند، لیکن وقتی که یک شخص صالح باشه، اگر رفیق تو باشه، میگه این کارو نکن، این کار آیندهش بد است، فلان کارو بکن، فلان کار خوب است. برای همین چی است؟ خلطاء صالحین، همنشینای صالح داشتن این چی است؟ بسیار یک بخت است، خوشبختی است. این را حضرت بیان میکنند. و چهارم و ان یکون میگه رزقه فی بلده، رزق روزی را در ملک خود یافتن هم نشانه خوشبختی است. در ملک خود، در وطن خود رزق روزی طبیعی زندگی تبری همین هم نشانه خوشبختی است. برای چی است که در همین سفرها ما دیدیم آدمایی را که 10 تا فور داره، 20 تا جیب داره، زواد همه را داره، همین روسیه
همه را که داشته باشه میگه ما برای مردم بیگونه ایم. اونمو یک الکگولی که قدر زدگی کمپیر مثبت در لطاق زده او دیگه آدم و مدامگریش موندگی نیست. همون یک تای همون را از 100,000 ما و شما به میدونن. برای چی؟ قومی خودشه، ملت خودشه، آدمی خودشه. ببین انا که همون قدر هست میگه ما برای بیگونه ایم. در کارشی همه کار در حقت میکنه. برای ریسک در ملک خودت یافتن هم این چیه نشانه خوشبختیه. الله ذوالجلال توی مبارک